سلام. در این ویدیو میخوایم پایتون رو یکی از ساده ترین متغیرهای پایتون رو توضیح بدم. همینجور که تو صفحه مشاهده میکنید میبینید اینجا ما یک متغیر زبان پایتون داریم که در نرم افزار VS کد من هست. اینجا یک متغیر به اسم نیم ما تعریف کردیم که از نوع استرینگ هست و در درون دو تا سینگل کوتیشن قرار گرفته. ما در زبان پایتون و زبان‌های دیگه استرینگ هامون رو، رشته هامون رو از وقتی متغیرمون از نوع استرینگ هست درون دابل کوتیشن یا کوتیشن قرار میدیم و اینجا اسم متغیر نیم هست، اسم متغیر دومی last name هست، last underline name که مساویه با یک مقداری قرار گرفته و ما در خط سومی که اینجا سلکت کردم میتونیم اینها رو نشون بدیم، پرینت کنیم در درون نرم افزار، یعنی زبان پایتون. خب زبان پایتون. یک ویدیو کوتاه تا ویدیو بعدی. بدرود. سابسکرایب، لایک، کامنت فراموش نشه.